که درام شورای عشق من خیلی خوش اومدیم به این ویدیو جدید و یه معرفی جدید دیگه. لیتس گو، برو سراغ ویدیو جدید. توی این ویدیو میخوام بهتون یه سریال جدید و پرطرفدار بهتون معرفی کنم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما کانال رو سابسکرایب کن و یه لایک قشنگم بزن زیرش. خیلی خوب، سریال امروزی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست هندوانه چشمک زن. یه اسم باحالی و کیوتی داره ولی به اسمش نمیگه. خیلی سریال خوشگل و قشنگه. تعداد قسمت این سریال اگه بخوام بهتون بگم 16 قسمت داره و سال ساخت این سریال سال 2023 ساخته شده. 2023 کلا کیدرام های خیلی قشنگی اومده و اینم یکی از اون بهترین کیدرام های سال 2023 هستش و دیگه عرضم به خدمتتون که بگه اگه بخوام کارگردان این اثر خیلی زیبا رو بهتون معرفی کنم، کارگردانش هست سون جون کیون و یو بوم سانگ. دو کارگردان یا کمک کارگردانش بود. اون دومی کارگردان این اثر بسیار پرطرفدار هستن و نویسنده این اثرم جین سووان هست که این اثر رو نوشته. اثر خیلی باحالیه و بودجه این سریال اگه بخوام بهتون بگم 15 میلیارد و 6 میلیارد وون بودجه این سریال بوده با پول کره‌ای. وون همون پول کره‌ای میشه. البته اینا که دیگه چیزی نیست اگه کیدرام باز باشین دیگه اینا رو و دیگه انتشار اولیه این سریال باحال 24 سپتامبر 2023 تا 14 نوامبر 2023 بود، یعنی توی یه سال یه جمعش کردنه. این سریال روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 8:50 از شبکه تیوی در کره جنوبی پخش می شده و ژانر این سریال اگه بخوام بهتون بگم ژانرش عاشقانه، یه عاشقانه خیلی خوشگل بهتون نشون میده و یه فانتزی عالی، یکی از بهترین فانتزی های کدراما هست و سفر در زمان. اونایی که دنبال سفر در زمان هستن این سریال سفر در زمان داره ژانرش و داستان بلوغ هم میتونید توش پی ببرین بهش و ژانرش هم خدای خیلی خوبه، مخصوصا عاشقانه و فانتزیش و دیگه عرضم به خدمتتون اگه بخوام از بازیگراش بهتون بگم، بازیگر نقش اولش ریون در نقش اون گیول که بازی میکنه و چوی هیون ووک در نقش لیچان. کلا این چوی هیون ووک تو هر فیلمی که بازی کنه بهترین فیلم میشه و سولین آه که در نقش چوی سکیونگ بازی داره میکنه و یه نقش خیلی باحال داره ایفا میکنه. این چوی سکیونگ و اون گیول یا همون ریون و سولین آه یه پارتنر هم تو این ویدیو. حالا برای خلاصش که رفتیم جلو میتونید پی ببریم بهش و دیگه بچه‌ها شین اون سو در نقش یون چونگ آه داره بازی میکنه و این اون سو و یون ووک هم یه پارتنر، یعنی حالا در ادامه بهش میپردازیم و آره دیگه همین. بریم سراغ خلاصه این سریال عالی و خوشگل و پربیننده، خیلی پربیننده است. بریم سراغش. لیتس گو. اگه بخوام از خلاصه این سریال پرطرفدار و عالی بهتون بگم، این داستان یه پسر 18 ساله‌ای که خیلی به موسیقی و گیتار زدن علاقه داره و گیتار زدن از بچگی پیش یه مغازه‌ای که مثلا ابزارالات موسیقی و اینجور چیزا رو میفروشه میره اونجا و یاد میگیره. پیش پیرمردیه اونجا یاد میگیره و از همون بچگی به موسیقی علاقه منده. بعد وقتی اون یه شب داره با گیتارش برای مردم اجرا میکنه، پدرش که البته قبلش بگم که خانوادهش کلا ناشنوان، هم برادرش هم مادرش هم پدرش ناشنوان و این پسر 18 ساله ما تنها راه ارتباط اون با دنیاست، چون زبانشون رو زبان اشاره بلده و میتونه مثلا بگی که اینا چی میخوان. بعدش اینا چون لالن و کرن نمیتونن دیگه بشنون. وقتی میبینن این داره موسیقی میزنه زیاد خوششون نمیاد و میگه تو نباید موسیقی کار بکنی. بعد عصبانی میشه توی شب و میره به یه ابزارالات فروشی، همون موسیقی فروشی ها
میبره که گیتارش طور باور نکردین برمیگرد به 18 سالگی پدر و مادرش، متوجه میشه که پدرش طی سانحه اینجوری شده و میخواد که با پدرش بیشتر دوست بشه که جلوی این سانحه رو بگیره. از جمله پدرش هم خیلی به موسیقی علاقه داشته و اون وقته یه بند کوچیک برای خودشون داشتن. بعد این پسر خیلی به گیتار علاقه داشت و بلد بوده گیتار بزنه و یه کاری میکنه که بره توی گروه اونا و بره تو بند اونا گیتار زدن و وقتی میره اونجا بیشتر با پدرش صمیمی میشه و از رازهای بیشتری میفهمن و کمک به پدرش میکنه که باز دوباره بره با مادرش آشنا بشه که یه وقت با یه نفر دیگه ازدواج نکنه که دیگه کردن محو بشه از دنیا. و اینجا بازیگر نقش زنمون وارد میشه که اونم طبق همین داستانی که گفتم از آینده اومده، ولی اون نمیدونه که این از آینده اومده. این میخواد بیاد که پدر اسمش چی بود اونگیلو بیاد، پدر اونگیلو گول بزنه که برای خودش بکنه که نذاره خودش به دنیا بیاد، چون خیلی تحت فشار بوده. و آره اینم از خلاصه این سریال باحال. اگه خیلی خوشت اومده حتما این کانال رو دنبال کن، سابسکرایبش کن و حتما اگه با معرفی من ترغیب شدی که این فیلم رو ببینی یه کامنت خوشگل برام بذار و اگه فیلم رو دیدی بازم کامنت بذار ببین به بقیه هم اشتراک گذاری کنی که ببین این فیلم خوب بوده یا نه. تا یه ویدیو دیگه به همراه من و کیدرام شو خیلی 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 ممنون که این ویدیو نگاه کردی.